لطفاً یه مکان آروم پیدا کن و اونجا بشین. سعی کن که بدن و عضلاتت تو آرامش و ریلکسی کامل باشه. طوری بشین که اصلاً احساس ناراحتی نداشته باشی. راحت باش. حالا توجه تو روی نفس کشیدنات بذار و 5 تا نفس عمیق بکش. اونا رو از بالا تا پایین دنبال کن و توجهت فقط روی نفس کشیدنت باشه. صدای منو فقط یه همراه بدون. همینطوری که داری نفس میکشی تموم عشق، صلح، آرامش و دوست داشتن و از این فضای اطرافت وارد بدنت کن و موقع بازدم تموم ناراحتی و افکار و استرس رو از خودت خارج کن. سعی کن به هیچ چیزی فکر نکنی و فقط توجهت روی نفس کشیدنات باشه. این نفس‌ها هر لحظه دارن بهت زندگی میبخشن. تو هر لحظه تو یه جای عالی و زمان مناسبی هستی. خودت رها کن و فقط توجهت روی نفس کشیدنت بذار. این نفس کشیدن باعث میشه که به درون خودت بری و وارد لحظه حال بشی. سعی کن صدای این سکوت رو بشنوی. صدای عشق، صدای لحظه های زیبای زندگی، دوست داشتنها، حضور خودت. تو الان تو لحظه حال هستی. این لحظه صدایی رو میشنوی که از درونت داره باهات صحبت میکنه.
این صدای خودته که بهت میگه تو توی آخر این سفر حتما منو میبینی. ولی حالا که این لحظه اینجا هستی، میخوام قدرت خودمونو بهت نشون بدم. میخوام کاری کنم که از تموم این سفر لذت ببری. تو این لحظه که من و تو اینجاییم، غیر از من و تو هیچ کسی نیست، هیچ جایی نیست، هیچ چیزی نیست، حتی زمانی هم نیست. فقط من و تو. خوشحالم که انتخاب کردی که با من ملاقات کنی. من همیشه منتظرت هستم. من همیشه در حال حمایت کردن تو هستم. منی که خود تو هستم. تو این بدن، تو این لحظه و اینجا. میخوام بیشتر به هم نزدیک بشی. پس بیا نزدیکتر. فقط هیچ فکر رو با خودت نیار. من همه اونا رو میدونم. تو احتیاج نداره چیزی رو با خودت برای من بیاری. فقط خودت بیا. میتونی؟ خوبه. توجه تو همینجا بذار. به هیچ چیز دیگه ای فکر نکن یا توجه نکن. فقط همین لحظه. فقط من و تو. تو این سکوتی که فقط صدای من و توه، میخوام ازت یه سوال بپرسم. واقعا منو دوست داری؟ منی که تو هر لحظه پیشتم، تو خوب و بد، بالا و پایین، خوشحالی و ناراحتی. من هیچ وقت رهات نکردم، چون عاشق تو هستم. به خاطر همین این لحظه اینجایی. درسته؟ خوبه. میتونی با تموم اتفاقاتی که برات افتاده تو هم عشقتو برای من بفرستی؟
دوست داشتن واقعیت بدون فکر کردن به تموم تجربه هایی که تا این لحظه داشتی. به اونا هم میرسی. اول میخوام ببینم که چقدر خودتو دوست داری. فکر نکن. دوست داشتن فکر کردن نداره، فقط احساسش کن. تو این احساس جاری شو. این لحظه من و توه، اینطور نیست؟ فقط میخوایم با هم دیگه باشیم. پس تو این لحظه از من چیزی نخوام. من فقط میخوام احساس دوست داشتن تو ببینم. منو همونطوری که هستم دوست داشته باش. همونطوری که هستم. همونطوری که همین الان اینجا نشستم. تو تموم تجربه های زندگی هر لحظه بین من و تو سکوته، تا موقعی که تو با هم حرف بزنی، بگی که چی میخوای. من همه اونا رو میدونم و وقتی که تو ازم بخوای، به خاطر عشق بی قید و شرطم هر چی رو که بخوای میذارم که انجام بشه. من تو اون لحظه به تموم کائنات پیام میدم که همه چیزایی رو که میخواد براش فراهم کنه. چه به اونا باور داشته باشی و چه نه، من باور دارم که تو همیشه تو مسیر درستی هستی. من تو رو هیچ وقت مقصر نمیدونم، چون من و تویی وجود نداره. من همیشه با تو هم و تموم مسئولیت زندگی رو قبول میکنم، چون میدونم تو در حال خلق کردن تموم مسیر زندگی تو همین لحظه ای. کیو باید مقصر بدونم؟ وقتی خودت همه اونها رو بهشون فکر میکنی، احساس میکنی، انجام میدی و تجربه میکنی. فقط موقعی که بخوای منو ببینی، میبینی که همیشه تو کنار تو بودم، همیشه تو درون تو بودم، همیشه خود تو بودم. هر موقع به من توجه کنی، برات هر چیزی رو که بخوای فراهم میکنم.
من حتی تو هر چیزی برات انتخاب نامحدود گذاشتم که تا جایی که میتونی ازش لذت ببری. من همیشه کنارت حضور دارم. میخوام اینو احساس کنی که من همیشه باهاتم، حتی تو تجربه هایی که یه موقعی ناراحتت میکنه. منم اینجام پیش تو، ولی اینا همش افکار خودته، انتخابی که کردی. منم شاهد زندگیتم تا ببینم چه نقشی رو داری بازی میکنی. به خاطر همین تو این سفر زمینی هستی. تو اینجا هستی تا تجربه های روی این زمین هم ببینی، با همه اتفاقاتش، آدماش، شرایطش. ولی هر وقت دلت گرفت و به آخر خط رسیدی، من تو رو دوباره بلندت میکنم. اینطور نبوده؟ وقتی که تو تموم این موقعیت هایی که تو دنیای بیرون داره اذیتت میکنه مهمون من میشی و به دنیای درونت میای، من دقیقاً همینجا منتظرتم تا بهت بگم تو اونی که فکر میکنی نیستی. گذشته‌تو نگاه کن. تو همه لحظه هاش بودی، خودت خلقش کردی. اونا اتفاق افتادن چون تو درون اونا بودی. آینده به خاطر همین معلوم نیست، چون تو باید اونا رو خلق کنی و درونشون بری و بتونی اتفاقها رو تجربه کنی. اگه آیندت هم مثل گذشتت معلوم بود که دیگه نمیتونستی زندگی کنی، چون نمیتونستی چیزی رو خلق کنی. تو این لحظه رو داری برای خلق هر چیزی که میخوای. من هر چیز رو به انتخاب خودت گذاشتم تا اونو انتخاب کنی. انقدر امکانهای نامحدودی تو اختیارت گذاشتم که هر کدومو میخوای انتخابشون کنی. این امکانها هیچ وقت محدودیتی برات نداره. ولی تو خودت قضاوت‌ها و تفاوت‌ها رو به وجود آوردی، چون همیشه از کسی که هستی راضی نیستی. خودتو با یه کس دیگه، یه جای دیگه، یه زمان دیگه مقایسه میکنی. شادی خودتو در گروه رسیدن به اونا میدونی، در صورتی که این شادی و لذت فقط تو همین لحظه ایه که داری همین الان نفس میکشی و تو این لحظه تو این زندگی هستی. زندگی که تو خالقش هستی و هر چیزی رو بخوای در اختیار خودت داری. تا حالا شده چیزهایی که خواستی تو زندگیت تجربه نکرده باشی؟ درسته،
تو تونستی اونا رو خلق کنی و ببینیشون. تو هر موقع واقعا از ته دلت خواستی و احساسش کردی اونا انجام شدن. حالا میخوام بدون فکر کردن به هیچ چیز دیگه تو همین لحظه بگی چی میخوای. حالا که اومدی پیش من چی میخوای؟ بدون اینجا افکارت برای من کاری نمی‌کنن. اینجا فقط احساساتت به من نشون میدن که چی میخوای. چیزیو که میخوای حسش کن تا بهت بدم. بهت قول میدم اگه آرزوت و احساست از رسیدن به اونو همین لحظه حس کنی، اونو هر وقت که خودت خواستی دریافتش میکنی. این رو بدون اینجا هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره و تو اینجا هستی تا آرزوتو خلق کنی. حالا که این لحظه مهمون منی، میخوام هدیه‌ای رو بهت بدم. میخوام بهت گوشه‌ای از قدرت خودتو نشون بدم که کی هستی. یه بار دیگه احساس کن که چی میخوای.
من اون چیزی رو که میخوای احساسش کردم. پس با من همراه شو تا تو رو به سمت آرزوت ببرم. حالا توجهت رو بذار روی قلبت. میخوام انرژی خلق آرزوت رو بهت هدیه بدم. کاملا فضای قلب تو احساس کن. برو داخلش. این قلب زیبا رو ببین که در حال تپیدنه. با این تپیدنش هر لحظه داره بهت زندگی میده. ببینش. خودتو تو اون فضا احساس کن. همینطور که توجهت رو قلبته و داری نفس میکشی، بدون اینکه تغییری تو نفس کشیدن ایجاد کنی، فقط سعی کن نفساتو عمیق‌تر و آرومتر به سمت قلبت ببری. آروم، عمیق. آروم، عمیق. آروم، عمیق. خوبه. اون جایی که هستی احساس کن. حالا میخوام یه احساس متعالی رو با این نفس کشیدن ترکیب کنی. احساس شکرگزاری کن از این که هستی. احساس عشق کن به خودت و کسایی که دوستشون داری. با تموم لحظه های زیبای زندگیت ارتباط برقرار کن. این احساس رو با نفس‌ها ترکیب کن و به سمت قلبت بفرست. بذار این انرژی تمام فضای قلبت رو پر کنه. میخوام تموم انرژی کیهانی رو برای خلق آرزوت همین الان دریافت کنی. گرمای خاصی رو توی قفسه سینت حس میکنی. این انرژی فوق‌العاده از عشق و دوست داشتنت پر شده. تو همین لحظه انرژی کائنات به سمت در حال حرکتن. خودتو آماده این لحظه بی نظیر کن.
یه نور طلایی با یه انرژی فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی همین الان داره به سمت تو حرکت میکنه. این نور طلایی از چاکرای هفتمت، یعنی درست وسط سرت، وارد بدنت میشه و به سمت چاکرای چهارم که قلبت باشه حرکت میکنه. اونو احساس کن و ببینش. تموم فضای مغزت از این نور طلایی پر شد و تو کاملا داری مشاهدش میکنی. یه انرژی شگفت‌انگیز که داره تموم فضای مغزتو جلا میده و همه چیزو تمیز و مرتب میکنه. این نور طلایی از سمت چپ به سمت راست مغزت میره، از سمت جلو به سمت عقب مغزت میره و تمام فضای اونجا رو هماهنگ میکنه. تموم نورونایی که توی مغزتن با این نور ترکیب شدن، دارن با یه آهنگ زیبا میرقصن و این شادی رو به تموم بدنت مخابره میکنن. تموم بدنت غرق تو این نور طلایی رنگ شده. تموم ناراحتیات، بیماریت، استرست داره توسط این نور از بالای سرت خارج میشه و تو فضای اطراف میره. داره جا برای زیبایی‌های زندگی، اون آرزویی که داری باز میشه. قلبتو باز کن و این انرژی رو دریافت کن. احساس عشق کن، سپاسگزاری کن از این لحظه، از این لحظه بی‌نظیر. این لحظه توئه. ببین بین قلب و مغز چه پیوندی برقرار شده. انگار که دوتا دوست صمیمی و قدیمی دارن تو این لحظه با همدیگه ملاقات میکنن. فضای بینشون پر از درخشش و عشق و زیبایی شده. تو همیشه تو حمایت این نور و انرژی هستی. این انرژی رو هدیه گرفتی که همیشه همراهت باشه، بهت کمک کنه اتفاقا رو اونجوری که میخوای خلق کنی.
این انرژی و نور داره تو رو به فرکانس کسی که میخوای باشی وصلت میکنه. به خاطر همین فرکانس تموم اتفاقها، افراد، چیزها و مکانها برات تغییر میکنن. این نور داره تموم مسیر زندگی تو روشن میکنه و تموم فراوانیایی که تو این جهان هستی وجود داره بهت هدیه میکنه. سپاسگزار این لحظه باش. بگو ممنونم. ممنونم. این انرژی تصویر واقعی از خودتو تو همین لحظه بهت هدیه میده تا بتونی خودتو تو اون ببینی و احساسی که از به دست آوردن آرزو داری همین الان احساسش کنی. پس چند لحظه با این انرژی همراه شو، تک تک لحظاتی رو که میخوای همین الان خلق کن، بدون اینکه فکر به لحظه بعد کن. فقط همین الان خلقش کن و احساسش کن. خوب بود؟ تونستی خودتو ببینی و احساس کنی؟ پس اونو خلق شده بدون. حالا این انرژی خوبتو با تموم اطرافیان تقسیم کن. این انرژی رو به کسایی که دوستشون داری هدیه کن. به کسایی که بهت نزدیک یا دورن یا نیستن. برای پدر مادرت، برای بچه هات، براشون بخوای که آرزوهای اونا هم برآورده بشه. این انرژی رو برای تموم آدمایی که تو شهر و کشورت زندگی میکنن بفرست. بخوای که زندگی اونا هم براشون لذت بخش بشه. همه چی تو این جهان هستی از انرژی و نوره. اون انرژی که تو همین الان براشون فرستادی پیش اوناست. مطمئن باش اون انرژی براشون بهترین چیزها رو خلق میکنه.
حالا این انرژی تو با تموم انسانهای زیبای زمین، با همه تفاوتاشون، زبونهاشون، رنگها و سنتاشون، افکارشون تقسیم کن. این تفاوت‌ها خیلی زیبا. آره برای همه‌شون بفرست. ببین چقدر داری راحت ترین انرژی رو میفرستی. خیلی خوبه. این انرژی رو که از جهان هستی دریافت کردی دوباره باهاش تقسیم. خودتو با جهان هستی یکی بدون. احساسش کن. احساس کن که داری با این جهان هستی یکی میشی. احساس کن که این نور طلایی و این انرژی فوق‌العاده همه جا هست. هیچ چیز دیگه ای نیست، حتی خودتو تو این بدن. ولی تو همه جا هستی. تو هر چیزی هستی. حتی اگه این لحظه به بدنتم فکر کنی، تو این بدنم هستی. دوست داری این بدن کجا باشه؟ انتخاب کرده بودی که کجا باشی. آره، همونجا باش. فقط انرژی تو به همونجا بفرست. تموم اتفاقها بهت تو هر لحظه کمک میکنن که جایی که میخوای باشی. خوشحالم که لحظه ای رو با من گذروندی. هر وقت دوست داشتی بازم بیا. من همیشه اینجا. من میدونم بازم همدیگر رو میبینی. تو به من این لحظه رو هدیه دادی و من همین لحظه رو به تو هدیه دادم. حالا آروم آروم آگاهی تو به این لحظه برگرد. به این بدن جدید، محیط جدید و زمان جدید. نمسته.